بسم الله الرحمن الرحیم. زهراگل رضایی هستم، یک تن از کسانی که در دهکده مهر آموزش خیاطی را دوران آموزشی را طی کردیم و حال آماده کار هستیم که شروع کردیم به کار کردن و کورتی کریستالی برای اطفال می‌دوزیم که از اکسل و دو اکسل و سه اکسل و ادامه اون میباشه. از اطفال 5 سال 4 سال الی 12 سال میباشن که ما فعلا تیکر آماده کردیم برای طرح و طرح ها را استاد محترم روی تیکر طرح میشه به اندازه مناسب که بعد از او برای بروش آماده باشه. در اینجا که شما مشاهده میکنید همکار ما در حال بریش تیکه کورتی کریستالی است برای اطفال که حدود 1.40 متر تیکه را در بر میبره. این کورتی ها اینجا همکارای ما آستر کورتی را بریش میکنن که 60 سانت برای یک کورتی در نظر گرفته شده، در حال کار است. در اینجا همکار ما آستر جالی را بریش میکنه که برای حفاظت و نگهداری پشم شیشه میباشه و 1.20 سانت در نظر گرفته شده برای هر کورتی. در این خزه برای دیزاین کلاهی از این کورتی ها در نظر گرفته شده که برای هر کورتی 5 سانت در نظر گرفته شده است. در اینجا همکارای ما روی کورتی را دیزاین میکنن که با طرح‌ها و اشکال گوناگون دیزاین میشه. اینجا همکارای ما برای آستر کورتی پشم شیشه را میمانند که برای هر کورتی نیم کیلو پشم شیشه در نظر گرفته شده. در اینجا همکار ما طراحی روی کار انجام میده که اشکال هستن. در اینجا همکار ما آستر پشمی کورتی رو میدوزه و به استیجاب وصل میشه و در انتها به کورتی. در این قسمت همکارای ما لوگوی مادر در حال نصب کردن لوگوی مادر هستن. در اینجا همکارای ما کمربند مسئول هستن که کمربند بدوزن. در اینجا همکارای ما کلاه از این کورتی ها رو میدوزن و با این خزی که اینجا در نظر گرفته شده دیزاین میشه کلاه. در این قسمت کورتی ما دیگه رو به اتمام هسته. ما این زنجیرک میکنیم و این کورتی ما با لوگو، یعنی کورتی ما کاملا در اینجا تمام شده و ما به نمایندگی از بانوانی که در این دهکده مهر یا کارخانه مادر کار میکنن از مؤسسه خیریه خیلی تشکری و امتنان دارم که ما مادران را حمایت میکنن. ما قبلا هم کار میکردیم ولی خب او عاید مناسبی نداشتیم. حالی که ما در اینجا کار میکنیم برای ما معاش ماهوار تعیین شده و ما میتونیم مصارف مثلا با معاش ماهواری که برای ما تعیین شده میتونیم زندگی خود بهتر و خوبتر پیش ببریم. و یکی دیگه ای که ما در اینجا کورس سواد آموزی داریم برای مثلا آموزش مادرانی که از سواد کمی برخوردار هستن که برای یک مادری که خودش میتونه بخونه و بتونه مشکل فرزند خود در خانه حل کنه بزرگترین نعمت است. و یکی که اگر ما مشکل روانی چه خود ما شخصا یا چه فرزندان ما خانواده ما داشته باشن، ما استادان روانشناس اینجا داریم که با اونا میتونیم مشکل خود حل کنیم. ما بازم تشکری میکنیم. من به شخص به عنوان نماینده از بانوان اینجا میگم که ما دوست نداریم که بار دوش جامعه، بار دوش فامیلای خود باشیم. خود ما مستقل فرزندان خود را بزرگ کنیم، در جامعه سهم بگیریم، مستقلا زندگی